و دعای پدر و مادر خبر داری؟ بگوی طلاست، طلا فقط در دستت است. این را یاد داشته باشی، تلاش بکنی. هر کسی که پدر و مادر از پیشش کمی خشمی و چی است، یک لحظه نمانشه، یک لحظه که او باز خشمی باقی بمانه. به هر وسیله که میشه پدر و مادر راضی کن، خدمتش بکن، گریان کو به پیشش، از پیش طلب دعا بکن. البته بعضی پدر و مادری که نعوذ بالله بیدین هسته، که دیانتداری تو را بد میبینه و تو را نعوذ بالله از همون خاطر بد میبینه که تو در قرآن میری، بازو تو پدرها را فقط مدارات ظاهری دنیا را قطش بکن، السلام علیکم ظاهری خدمت، دیگه نه از بددعایش بترس نه از چیزی دیگهش. چرا؟ به خاطری که با دین دشمنی داره یا کاری غلط میکنه. اقتلوا یوسف و اطرحوه ارضا، یک حسد باعثی چی میشه؟ قتل برادر. در بین مشوره ها شروع شد، یک نفر یکیشان میگه یوسف علیه السلام قتل کنی، او اطرحوه ارضا، یا ایسته که دیت پر یک سرزمین بندازشه، یخلو لکم وجه ابیکم، یکی خالی شوه برتان، فارغ شوه توجه پدرتان، و تکونو من بعدی شوه پس ازی قوما صالحین، باز آدمای نیک جور شوی. قرآن کریم اینجا بدی و مذمت را بیان میکنه که اگه انسان گناه را میبینه که گناه است، باز میگه این گناه را میکنم پسان باز توبه میکنه، این کارا غلط است. گناه را میکنی باز پسان، در پسان توبه توفیق برات میسر میشه یا نمیشه؟ چقدر اعتبار داری، چقدر ضمانت داری که در حین گناه تو از دنیا میری، باز موقع توبه برات میسر میشه؟ نه، توفیق برات میسر میشه؟ تو از حال اقدام به گناه کردی، باز این کار غلط و نادرست است، این کار باید نکن. برادرای یوسف علیه السلام ملامت بین میگه. پس یک قال قائل منهم، بله در بین دلسوز می باشه برادر، هر قدر که بد باشه بازم یک رگی نسبی قطش هست از دلسوزی. گفت یک گوینده از یا که خیلی آدم هوشیار و درستش بود، لا تقتلوا یوسف علیه السلام قتل نکنی، والقوه فی غیابت الجب، بندازش در یک کواکی، در یک کواکی چا، یلتقطه بعض سیارتی که فرا بگیره یا بیا به او را بالا کنه او را بعض سیارت بعضی ره گذرا یا قافله والا، این کنتم فاعلین، اگر کرده نیستی. این آدم هوشیار آدم بود، دلش هم میسوخت، از او خاطر اول گفت که نکنی همی کاره. خب باز که میکنی این کنتم فاعلین، باز دیگه ضرورت به قتل نیست. از این خاطر که منظور شما دور کردن است از چشم پدر، که پدر توجهش به ما پیدا شود. خیر ایره در ره گذر در جایی که قافله حرکت داره و از امو تور چاها آب بالا میکنه، در چاه پایین میکنه میشه که پس برآمدم نتاره تا که قافله بیا، و قافله وقتی که چی میکنه حتما میبینه شه باز قطع خود یک جا میکنه. اونجا انسان فروشی خیلی زیاد بود در زمان. غیابه عبارت از امو کاواکی، آب که وقتی دوله را بالا میکنی او میزنه چی را برای چاره که چی میباشه، خاک میباشه کم کم میشه کاواک میشه، اینطور چیسته لروار جور میشه. از او خاطر اینطور لروار جور شده بود، باز آب پایین رفته بود. از او خاطر یوسف علیه السلام پایین کردن در کجا انداختن که در اونجا بند بمانه و همونطور کردن. اینجا این یک نوع خیرخواهی برای کی بوده؟ انسان بیقدر به انصاف هم نشوه که هر چیزی مردم بگویه خلاص منظور شما دور کردن است، نه منظور شما که یوسف علیه السلام بخی قتل شوه. پس امو چیزی که حاصل میشه مراد که به جرم کم حاصل میشه، چی ضرورت است که به جرم بزرگ انسان چی شوه؟ مرتکب شوه. از او خاطر است انسان تلاش میکنه. در اینجا دلیل بالای مایی شد که اگرچه توجه پدر امر مطلوب بود و خوب بود، اما یا به وسیله چی کمایی میکردن؟ به وسیله غلط، به گناه. پس یک کار نیکه به وسیله گناه انجام دادن درست نیست. یک آدم میگه زنا میکنم باز پولیش مسجد جور میکنم، طوری نمیشه. دزدی میکنم غصب میکنم باز پولیش مدرسه جور میکنم. فلانی خان قماندان صاحب اینی قدر مدرسه و چی داره؟ مسجد ها را جور کرده. از کدام پول؟ پولش سنجش کو که از کجاست؟ قرآن این را مذمت میکنه. قال یا ابانا مالک لا تامنا، چه قسم بکنه که از پدر عالی را بگیره؟ پدر خیلی شیرین است. خوابی که یوسف علیه السلام قصه کرده بالای پدر، این خواب دیگم یعقوب علیه السلام شکی جور کرده، در ذهنش گشته که حتما در مقابل یوسف علیه السلامی مردم تصمیم میگیره. از او خاطر تلاش میکنه که یوسف علیه السلام از خود
نکنه، لیکن بچان برش چلا جور کرده. قال یا ابانا، گفتن ای پدر ما لک لا تأمنا، چه شده که تو سر ما اعتبار نداری علی یوسف، در مورد یوسف علیه السلام ما را امین جور نمی کنی، در مورد یوسف علیه السلام کمی ترسی. و انا له لناصحون، یقینا ما برای یوسف علیه السلام بسیار خیر خواستیم، ادنا گزن برش نمیرسه، خب مراقبتش میکنیم. دروغ چیست؟ گناهی کبیر. دروغ گناهی کبیر است. حسد اینطور گناه بود که یارا وادار به دروغ ساختن که دروغ برای پدر بگوید، گناه کبیره بکنه. عاملش کی بوده؟ حسد بوده. خب قدرت الله دروغ، کسی که از صدق دل کدام گپ نمیزنه، قبل از اینکه پدر یک چیزی بگوید و یا خودشان شروع کردن، یا علامه چی بوده؟ عدم اخلاصشان. امی کسی که اخلاص داشته باز خیلی تاکید هم نمیکنه. اینجا چی میگه؟ پدر طولی رای جواب نکرده که میمانم یا نمیمانم. چی میگه؟ چرا لا تأمنا علی یوسف، چرا ما را امین جور نمیکنید مقابل یوسف؟ ما خو خیر خواستیم. ارسله معنا غدا، روان که امرای ما سبا، یرتع که بچره. مراد از چریدن میوه های گوناگونی که در او باغا دشتا موجود است از او بخوره. و یلعب، تفریح بکنه، ساتیری بکنه. اونجا ما مسابقه میکنیم، بدو است. و انا له لحافظون، یقینا ما برای اینمی یوسف علیه السلام خب چوکیداری و مراقبت میکنیم، نگهبانی میکنیم. هیچ غمش نکو، ما نگاه میکنیم. یرتع و یلعب به خاطر میگه که یوسف علیه السلام هم یک کمی شوقی رفتن شد. بچهای خورده که بگوی که بیا ساتیری میکنیم، خلاص دیگه اگر در کشتن هم میبری قطعت میره. چرا؟ بسیار شوقی ساتیری میباشه، نمیباشه؟ خیلی زیاد. قال اینی لا یحزنونی، گفت آلی وعده را داده، وعده خلافی وعده، غدر در وعده چیست؟ بگوی گناه. باز که از اول تصمیم گرفته که من این وعده را از چی میکنم؟ غدر میکنم، خیانت میکنم. قال اینی لا یحزنونی، گفت یعقوب علیه السلام یقینا مرا خو غمگین میسازند، تذهبوا که ببری شما به یوسف علیه السلام، و اخاف میترسم یاکله الذئب، که بخوره ایرا چی؟ گرگ. و انتم عنه غافلین، شما در حال باشه که بیخبر ازی باشه. ای نه. چرا این گپ یعقوب علیه السلام اول خو میگه که ما غمگین میسازه که شما از ما که دور میشه، ما بسیار خفه میشم. یکی دومیسته که اینجا شما میره یا خورمه داشتن دشت و بیابان، اموز سرزمین گرگا زیاد داشتن. از او خاطر یعقوب علیه السلام میگه اینطور نبوده که قبلا علمی غیب داشت که راستی یارا گرگخور معرفی میکنه. نه، منطقه گرگ زیاد داشته، مالا را هر روز چی میکرد؟ گرگا میزد. از او خاطر میگه کی خورد است از خود دفاع نمیکنه، شما دا میلی خود مصروف میشه، در مشغله خود ایرا میگذاری، گرگ از پیشتان میبره. از او خاطر گپ میزنه. و انتم عنه غافلون، شما از پیشش بیخبر میباشه، در غفلت میباشه. این کار شما میکنی. انسان یک دفعه در یک بازیچه گیر بیا، بازی لاکدنی نمیباشه. صحیح است؟ بچه که قطره که میزنه که بس کنه، نمیکنه. بس در میدان فوتبال که میزنه، شام قضا میشه، دیگر قضا میشه، خفتن میرز میگن یک میدان دیگه، یک میدان. همینطور میدان قمار همینطور سرگرم نگاه میکنه. انسان از هر چیز نگاه میکنه. یعقوب علیه السلام میفهمید که بچه وقتی شروع به تفریح خود میکنه، حتما از بچه بیخبر میشه، در قصیش نمیشه. این درسای عظیم است، بسیار درسای عظیم است. انسان مراقبت بکنه. یعنی طور گپا را بارها مردم ها در اینمی طور گپا مصروف شده، بگوی خانه در گرفته، مردم کشته شده. خصوصا یکی از همین جمله اینمی رقم قمار تلویزیون هم است. فیلم ها را که دیده، بگوی چای مانده در سری چی؟ پیکنیک. او جوش کرده، آب ریخته، در گرفته، یا خبر نیست. یک وقت که شعله آتش در خودشان رسیده، باز خودشان هم سوخته، برو بخیر. همونطور گپا شده. صدها واقعا این گپا میشه. علتش چیسته که سرگرم میشه، همون چیز دیگم شیطان او را دیگم تقویت میده که باشه اینمی را سعی کنم. امی قدر فیلم ها را که مردم سعی کرده چی حاصل کرده؟ راست داله بگوی تو باشه همی القیش مانده. حالی چیسته؟ بازباد چقدر چی زیبا برش میده، بخشی چندمو چی دیگه چی میگه؟ قسمتی چندمو، قسمتی رفت مردم تبا کرد. تا 3 بجر بیون نشسته باشه، صبا نعوذ بالله سگ واری خومی باشه دور از مسلمانای واقعی و چی واره. الله اکبر، نه نماز است، نه عبادت است، نه این چیزا نیست.
چرا فیلم اسای کرده کی باز چی میگه نه خیلی فیلم چی هسته چی میگه آموزنده است چی را آموخته بری تو با الله قسم امی فیلم است یوسف و زلیخا که اسلامیسته با جز از فحاشی دیگه چیز دیش نیست اما فیلم های دیگه و تولسیا و واخو مکمل نعوذ بالله چی است تعلیم دادن است به دخترها دعوت دادن به سوی نعوذ بالله معبودای باطل است شما را داغ کو برای ازو استاد شو دعاهای غلط بکو این نعوذ بالله اینی گپ است کلش هموی که به نام جهاد هم جور میشه ببینی که در بینش یک گپی است این را یاد داشته باشی صفا و چی ضرورت داریم الله متعال پیغمبر علیه السلام ما را نگفت که فیلم ببینی که شما تربیت بیاموزی یا چی بکنی نه قرآن براتون کلی نصیحت ها را میکنه قالوا لینک له الذئب و نحن عصبة یا توثیق میکنه گپی خدا اوه چی میگی پدر اگر بخوره از پیش ما گرگ و نحن عصبة و ما یک جماعت باشیم کم از کم 10 نفر انا اذا الله خاسرون باز خو ما توانیستیم 10 نفر باشیم و یوسف علیه السلام گرگا ببره باز خیرمه یک دانم نمیمانه هر روز از پیش ما بخوره خیرمه را خو ما پوره میاریم به خاطر که نفرها زیاد هستیم یوسف علیه السلام از پیش ما چطور چی بکنه اگر گرگ عملا بکنه ما خود 10 نفر هستیم میتونیم کی را خلاص بکنیم فلما ذهبوا به وقتی که بردن یوسف علیه السلام و اجمعوا اتفاق کردن اراده پخته کردن یجعلوا که بگردان یوسف علیه السلام فی غیابت الجب در امو کواکی چا و اوحینا الیه ما وحی کردیم به یوسف علیه السلام لتنبئنهم خامخا تو خبر میدی یارا به امرهم به کارواییشان هازا که در مقابل تو انجام داده ای کار و هم لا یشعرون در حالی که آن نمیفهمن مراد از این کدام وحی است مفسرین دو نظر داره مراد از وحی جا بعضی میگه مراد از این وحی حقیقی نیست که پیغمبر است مثل که وحی با الهام کرده به مادر موسی علیه السلام الهام کرده بود در قلب یوسف علیه السلام هم الله انداخت که این کاروایی را خود برادرها قطعت میکنه روز فرا برسه که همی کاروایی را باز تو برش خبر میدی لیکن یا آلی نمیدانه دوم نظر مفسرین نیست که مراد از وحی امی وحی است حقیقی که یوسف علیه السلام الله پیغمبر جور کرده این قول راجح معلوم میشه چرا که یوسف علیه السلام دمی حالت هم الله برش خبر داد که در مقابل دمی کارا میشه لیکن یا نمیفهمه به وحی یوسف علیه السلام یا به مرتبه یوسف علیه السلام لیکن تو باز برشان خبر میدی آیت دلیل شد بالای از این که اتفاق مردم بالای یک امر گناه ای روا کننده نیست که اینی کار روا باشه مخلوق کلگی سود میخوره بگیم که سود روا مخلوق کلگی بی حجابی میکنه میگیم بی حجابی روا مخلوق کلگی نعوذ بالله موسیقی میشنوه باز بگیم که نه موسیقی چرا کلی مردم میکنه مخلوق کلگی بدعت میکنه با بگیم که رواست این مردم هم اتفاق کرده 10 نفر اتفاق کرده اما عملشان حرام است نارواست یا رواست عملشان ناروا حرام است اتفاق مردم سبب روا بودن یک عمل شده نمیتونه در اینجا برای ما واضح شد که بردن و اتفاق کردن بالای از اینکه نظریات مختلف بوده هر کس هر نظر میداد آخر گپ دهی رسید که نه قتل نمیکنیم در اینجا میگذارشم و جا آمدن ابا هم به پدر خود عشان از طرف شو ناوقت کردن تو میگی که چقدر گشت و گذار کرده خدا مانده و زله کرده به خاطر یوسف علیه السلام همینطور وانمود میکنه یبکونه که گریان میکردن قالو گفتن یا ابانا پدری ما اینا ذهبنا ما رفتیم نستبقو یکی از دیگه پیشکانک میزدیم و ترکنا یوسف گذاشتیم یوسف علیه السلام عند متاعنا بنزدی اسبابی ما آدم که وقتی بدو میکنه کالای اضافی را میکشه و خورده برش چی میکنه پیردار میشانه فاکله الذئب خورد چه گرگ و ما انت بمؤمن لنا یعقوب علیه السلام اظهار نکرده دروغگوی حافظه نداره نیستی میگه تو باور کردنی نیستی گپای ما را ولو کنا صادقین اگرچه ما خوب راستان بگویی تو ما باور نمیکنی در اینجا از طرف بیگا آمدن یک حیله چه قسم حیله ها میکنه و بعد از او گریانا ابن قیم رحمه الله میگه که گریان به 10 قسم است 10 قسم گریان تقسیم کرده ابن قیم رحمه الله عجیب عالم تیر شده عجیب توجیهات در تمام مسائل داره خب گاهی گریان از نرمی و رحمت دل می باشه کسی را سخت در حالت بد ببینی باز چیسته نرم دل استی تو مثلا مرده ببینی سرش گریان میکنی گاهی از خشیت الله است از ترس الله متعال گاهی از محبت و شوق گریان میکنی
محبت و شفقت کسی داری بسیار گریان میکنی که ببینی. گاهی از خوشحالی یک چیز برات نصیب شده مردم برش میگه که الا اینی چیز برات برآمد گریان میکنه. گاهی از مرض و درد آدم گریان میکنه. گاهی غم طرف خیلی زیاد تنگ کرده گریان میکنی. گاهی بزدل هستی کمزور و مجرد یک سختی را که ببینی شروع میکنی. او گاهی گریان منافقت میباشه، مردم فریب میدی، گریان منافقت. گاهی گریان های اجرتی بود در زمان سابق که مرده میشد با زنا را پول میدادن که شما گریان کنید. گریان های حالی هم همون طور هست یا نیست؟ حالی هم این گریان های چی هست؟ این گریان های سیالی، این گریان های سیالی است. این اینمی گریان سیالی را ابن قیم رحمه الله نوشته نکرده. این را ما و شما باید بفهمیم. گریان سیالی را میفهمید؟ ها؟ زنا اونجا که مرده شده باشه باز دخترم و قریبی همو مرده اگه گریان نکنه دیگه زنا تانه میدشه. چی میگه؟ میگه لیلیگه کم سرش نریختون. لیلیگه کم سرش نریختون. او گاهی گریان برای موافقت میباشه دیگه گریان میکنه این مطلب نفهمیده قطعش گریان. اکثر زنا همونطور میباشه نه؟ از موافقتی از او گریان میکنه. خب پس از او خاطر گریان دلیل صداقت انسان نمیباشه همیشه. بله گریان فهمیده میشه که از درد دل است، از کجا نشأت میکنه. گریان ها فرق داره. بعضی کسا هسته که به مجردی که هر سخن شروع میکنه گریان است. هر سخن اگر رو قابلی گریان است یا نه عذاب الله آمده بگه و نه کدام چیسته اشتیاق جنت و این گریان شروع کرده میباشه. این نیست، این دلیل صداقت نیست. گریان های از این چی بود؟ بگوی که یک قدر دلسوز از یک غم یارا فرا گرفته که یوسف از دست داده. حالا که در دل چی میگفتن که آها گپ رسیده. بهانه دیگه سعی کنه که چی میگه؟ ما رفتیم اینطور کار میکردیم، این دروغ، یک دروغ، دو دروغ، وعده را خلافی. بگوی خفه ساختن چی را؟ پدر، آزار دادن و اذیت دادن پدر، کلش گناه، گناه بالای گناه، گناه های کبیره و سرچشمش چیست؟ تنها حسد است. تنها چی است؟ حسد است. کی گرگ خورده شد؟ الله چی رقم گرگ خورده؟ کرتش هم قطع خون آلوده کرده ولی یک جایش پاره نشده. این گرگی با احترام که خیلی با احترام پیراهن یوسف علیه السلام میکشه و بعد ازش شروع به خوردن میکنه. این توری را میبینه قدرت الله. دروغگویی چیسته؟ زود دیگه افشا میشه. و جاء علی قمیصه بدم کذب، آوردن کردن با پیراهن یوسف علیه السلام با خونی دروغ آلوده کرده بودن. قال بل سولت لكم انفسكم، یعقوب علیه السلام چیزی دیگری نمیگه، میگه آراسته کرده لکم برای شما انفسکم نفسایتان امرن یک کاری را. کدام کاری که نعوذ بالله به وسوسه شیطانی در قلب شما آراسته شده؟ چی آراسته شده بود؟ که یوسف علیه السلام از دم روی پدر چی شود؟ دور شود، توجه پدر به ما پیدا شود. چی میگه؟ فصبر جمیل، بالای ما صبر جمیل است. صبر جمیل امور میگه که شکایت به مخلوق نمیکنی، اگرچه غم و غصت خیلی زیاد است، خیلی زیاد عاجزی به الله میکنی اما به مخلوق شکایت نمیکنی. یعقوب علیه السلام اینطور بود. والله المستعان علی ما تصفون، الله متعال ذاتی است که طلب امداد کرده شود از او علی ما در مقابل همون سخنایی که تصفون شما بیان میکنی. من دیگر را ندارم. چه درسای عظیم است. انسان فیصله جدی را زود نمیکنه. بچه را از دست داده گپایشان هم دروغ معلوم میشه، اما یعقوب علیه السلام همین دستی تصمیم نمیگه که برای از خانه من دیگر بچه‌ایم نیسته، عاق کرده امتاره. پدر و مادر درس بگیره. پدرها مادرها هیچ بچه تا نخواد میقدر جنایت کرده باشد مقابل بیادری خود. لیکن ما و شما آنقدر استثناتیستیم که بچه و اولاد ما یک کمک این طرف کرده باشه باز دیگه وای الله تباهش کنی، وای جنازه شده موتر پچک کنی شد که اینطور کنی. یعقوب علیه السلام پیغمبر است، دست بالا نکرده، نگفته که یا الله اولادی مرا تباه کن. این درس است. زندگی نی رقم میشه. الله متعال بر ما تعلیم میده در دنیا که زندگی را تیر میکنه این گپا را باید داشته باش، این حوصله را داشته باش. این خانواده است، اینی اولاد داری است. نه بددعا میکنن. امی قدر گفته که به الله چی؟ از الله امداد طلب کرده شود در مقابل سخنانی که شما میگی. اینمی آیت
زمانی که پیغمبر علیه السلام عایشه رضی الله عنها را شاند و برش گفت، پیغمبر علیه السلام علم نداشت که عایشه رضی الله عنها بری است از این کار، چرا افواهات زیاد شده بود. برش میگه که اگر راستی تو این کار کرده باشی دیگه حقیقت بیان کو. عایشه رضی الله عنها بسیار زن هوشیار و زیرک بوده. سوره نور میآید و میگه که آلی ما صدها قسمم بخورم چون که در قلب شما یک گپ انداخته شده از شیطانی، گپ شیطانی. آلی تصدیق نمیشه. امی قدر گفت عایشه رضی الله عنها والله المستعان علی ما تصفون. چقدر علم قوی داشتن. گفت من امو سخن میگم که یعقوب علیه السلام گفته والله المستعان علی ما تصفون، از الله امداد طلب کرده میشه بنابر اویی که شما بیان داره در حق من. همون قسمم شد. قرآن کریم درس عظیم برای ما و شما میده. اولاد داری چی رقم میباشه، انسان چی باید بکنه. آدم دست و پاچه میشه دی ترگه پا، بچه را از دست میدی، بچه گم شده بابا میگه که گرگ خورده، سر روی نزده، هیاهوی نپرتافته، غال مغال نه شروع نکرده، بازم استعانت و کمک از کی طلب کرده؟ الله متعال. اینی را میگه. این درس است برای ما و شما. در زندگی امام امور ناگوار خیلی که فشار سر انسان میاره پیش میشه، انسان باید چی بکنه؟ نکنه که نعوذ بالله دو بزنه به الله. ندیدی مردم امامی طور است، سعی میکنی تو میگی که نعوذ بالله فقط تو اولادش کشتی، فقط تو گپی زشت میزنن. نه، مردم حواس خود از دست نمیده. زندگی بینمی سیستم است. اولادت ولو که کاری غلط کرده امی دیستی سرش تصمیم نگی، ارزیابی بکو، محاولش بیبی، راه های علاجش جور کو. اگر امی طور میکرد که برای از خانه آلی، اگر امی طور میکرد یام در سر زد و ستیزه می آمد، پس می رفتن از چا میکشید که بکشش، یقینی. اما وقتی یعقوب علیه السلام گپ گفت چند دقیقات امی برادرها عالی پشیمان است که ما چی کردیم. پدر خفه شد، پدر غمگین شد. بجای از اینکه جلب توجهش بکنیم عالی خو از ما دور میشه. انسان که گناه کنه 4 دقیقه بعد برای انسان همو عاقبت گناه خود به خود پیش روی آدم میاد که چی کرده. انسان پشیمان میشه. اما موقع از دستت نرفته باشه. یعقوب علیه السلام با اینمی کلمات خود موقع از دست نداده. امیالی بچه نه دست تیزه شده، نه دست زد شده، نه پس رفته، باز رفتن. دمو فرصت یوسف علیه السلام قافله آمد بیره بالا کرد، از پشتش دویدن رفتن، قافله والا را گرفتن که غلام گریخته شده ماسته فروختن شه. این گپه کرده. اگر اینمی بدگویی و سخت کلامی و زشتی را پدر میکرد، حتما یوسف علیه السلام چی میکردن؟ یا پس میکشتن. چرا که در ضد یزید چی میکرد؟ برای ما و شما چقدر درس عظیم است. اصلاح در خانواده کی میاد که اولاد خطایش چی بکنی؟ تیر شوی، درگذر بکنی، سنجش بکنی، علاج از او را پیدا بکنی که چه قسم معالجه از او شود. اگر همی کار پدر و مادر همی فکر داشته باشه در خانه جور و جنجال پیدا بشه؟ قطعا نمیشه. افسوس است که پدر و مادر ما آنقدر جدی است، خصوصا در امور دین خودش همی قدر معلومات نداره که چی گپ است. بچه دلسوز میروه، پدر و مادر میبینه که سخت در حالت گناه واقع است. من براتون بگم پدر و مادر میبینه رفته در پیر خود سجده میکنه که سجده غیر الله است. همیشه در یادش پیر است، نعوذ بالله. خب میبینه که اینی چیست؟ دخترم است، اینی خالیم است، اینی عمیم است، میره قطع پیر در اونجا زندگی میکنه تنها، غیر محرم است، شریعت غیر اجازه نمیده. این برش نصیحت میکنه و میگه برو تو را از بین میبرم، بچیم نیستی، عاق هستی، بد دعا برش میکنه. نه، تو یک دفعه خود سنجش بکن که این بچه چی برم میگه، گپای بچه چه وزن داره، حقیقت داره یا نداره، دلیل داره یا نداره. همین بچه خود درس قرآن رفته، درس قرآن حتما یک چیزه، فقط پشت افواهات روان است. 4 روز رفتی دیگه در اون مرکز نمیمانم، تا این گپا را نزنی. از این یعقوب علیه السلام یاد بگیری که حتی بچه را اینطور کرده، تصمیم زود نگرفته، عاجل اتکا کمک از الله متعال طلب کرده، در موردش می سنجه که چی باید بکنه. تو هم اولادت وقتی آمد بری تو نصیحت میکنه، برش بگو که خیر ببینی بچه‌م یا دخترم، الله برات اجر بده، ما سنجش میکنیم، سوال میکنیم که گپی تو راست است، بس هر چشم میپذیریم. یک روز قطعی تو میریم، حالی ما که همین قدر شک دارم که دو جمیری تو چی میشی؟
گمراه میشی. تو باش یک روز من برم امی سخنا را من بشنوم که راستی سخنای گمراهی است یا سخنای حق است، در راه حق ما را دعوت میده. همین قدر فکر خود داشته باش. عاجل تصمیم نگی. عاجل که تصمیم گرفتی خود خراب میکنی، زندگی خانواده را خراب میکنی. بعد حوصله داشته باشی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.